بابا تنهاییم که تو این وضعیت هم. اوپس پسر سلام میای با هم داداشی؟ من یه بچه پول دارم از بابام بهم ارث رسیده. دوست شیم داداش بشیم؟ میگی داداش بشیم؟ آره داداش بشیم باشه. الان کجا بریم زندگی کنیم؟ بیا بریم یه خونه برات بخرم، یه خونه لوکس. هتل بیا بریم هتل. راست میگی هتل. خب بیا اینجا هتل اینجاست. داداش مهمون خودم. نه بابا مهمون خودم. ببین بریم مدرسه، فردای مدرسه بریم ثبت نام کنیم. آره من چیزم دارم، من برگه ثبت نامم دارم. 2 تاست. آره بیا یکیش واسه تو. مرسی. باشه من فرم بریم اینا بریم فرم بریم پر کنیم. بیا بریم یه هتل بگیریم. بیا یه کتاب داستان خفنم میخوام بهت بدم. بیا کتابت. باله بیا اینجا هتل بگیریم. اینجا آره اینجا واسه من پولشو بدم. دوست داری اتاقت چجوری باشه؟ هر جوری بود. واسه یه اتاق خواب خفن. فردا میریم مدرسه. آها خب خونه رو گرفتم، بیا تو. سلام. به خونه خفنی. خب آی چیکار داری میکنی؟ خب آقا در قفل کن، در خونه رو قفل کن. بیا تو در خونه رو قفل کنیم. پرده رو هم بکش. آره واسه من میدونم چجوری باید در رو قفل کنم. بیا تو کامه. بابا داداش میفهمی یعنی چی؟ آقا من بلدم داداش، خونه واسه من میدونم چجوری باید. نه حالا قفل کن. آفرین. به دوربینم بذارم تو خونه. واسه دوربین بذارم. آره یه دونه دوربین بذار. خب خونه خوش دوربین داره داشت. آره چیکار کنی؟ بچه خیلی خفنه. آقا من میخوام بیام بخوابم، خداش خوابم میاد. آقا ببین بیا این فرمه رو بگو خب پرش کنیم فردا بریم مدرسه. بیا اینجا بشین، من اینجا فرمم رو پر میکنم. واسه فهمیدم باید چی کار کنم. فقط یه سوال داشت، اسم مدرسه چیه؟ والا تو داری برگشو میاری. خب بیم چیزه اسممو باید بنویسم. کد ملی. مدرسه کجاست؟ واسه داداش کجا میری؟ در با کن. بیا بهت بگم مدرسه کجاست. به نظرت بریم الان مدرسه رامو میدن؟ در با کن، دوباره در با کن. بذار بهت بگم کی قفل کنی. واسه قفل کن. بیا چیز کنی پر کنی. من پر نکردم. پر کن. بیا پر شد. بیا بیرون. واسه هر موقع بهت گفتم قفل کن. بریم. بیا بهت بگم مدرسه کجاست. میدونم کجاست، من این مدرسه رو میشناسم. الان که صبح بریم ثبت نام کنیم. آره بریم ثبت نام کنیم تا فردا ببینم اجازه میدم را بریم. شاید اجازه ندن، نمیدونم. نه ببین بابای من توی مدرسه درس میخونده. بیا دوچرخه. داداش دوچرخه رو از کجا بردی تو؟ یه تون وایستا. بیا این مدرسه بروکون اسکول. به چه خفنه. خب حاجی یه دقیقه واستا ببینم اجازه میدن بیای. من میرم یه دقیقه واستا. من میرم یه دقیقه واستا. داداش چیه؟ اجازه دادن ثبت نام میتونی بکنی. آره بگم چرا اجازه دادن، چون مامان بابایی من قبلا توی مدرسه درس میخوندن. به گفتن از فردا میتونی بیان اینجا درس بخونی. بیا بریم خونه. فردا یه ذره استراحت کنیم. فردا یا امروز؟ ببخشید آقا بریم یه غذا بگیریم. پول که داری؟ آره داداش. بیا بریم از این کافی شاپ. نه بابا به درد نمیخوره. بیا بریم این برگر شاپه.
واسه داداش گرفتم. بیا غذا. غذا گرفتی؟ بیا این یه دونه واسه تو. دمت گرم باش. بیا بریم خونه بخوریم. بیا بریم خونه بخوریم. هتله. ببین چه الان هتله یه وقت بهمون نگه بریم. البته پول داریم. میگی بیشتر میمونیم. ما این هتل رو خریدم داداش. اتاقشو من خریدم. بیا تو. هیچ وقت غذا نمیگیرم. واسا یه دقیقه واسا. در قفل. نه واسا آقا قفل نکن. بریم قفل کن. خب آقا تلویزیون روشن کنیم. اخبار ببینیم. باش. خب آقا داداش بشین. آره روباهه ها. سگی روباهه. داداش تو کیستی؟ واسه من غذا رو بذارم. بیا یه دونه واسه تو داداش. بیا اینا چیه؟ این چه؟ یه فیلم اکشن دیدم. بیا اینم واسه تو داداش. دوتا بخوریم عشق کنیم. به بشینیم اینجا. به خب وای تجربه جالبیه واسه فردا میخوایم بریم مدرسه. میگم من تو رو دیدم خیلی احساس خوبی دارم. چرا؟ انگار قبلش باید با هم میبودیم. ببین به نظر چه حسی داره فردا میریم مدرسه؟ نمیدونم. بابای من میگه اون مدرسه خیلی خوبه. آره به ریخت و قیافش میخورد خیلی خوب باشه. آره ببین من دلشوره دارم. چه شکلی بود مدیرش؟ خیلی ببین قیافش مهربون بود ولی از نظر حسم میگه خیلی سختگیر بود. آره مثلا این مدرسه ظاهرش بابام گفته مثلا بری شیشم خیلی سخت میشه. سختگیری زیاده. میشه. خب آقا بیا بریم بخوابیم. غذا رو که خوردیم. بابا ساعت 5 بعد از ظهره. راست 5 بعد از ظهره؟ آره بیا بریم پارک. نه بابا پارک نه. بیا بریم تو خونه بمونیم. فردا دیگه میخوایم بریم مدرسه. بذاریم امروز هم یه روز خوشی داشته باشیم. فردا من بریم خورده بگردم. وای حاجی الان ما پدر مادر نداریم میتونیم هر کاری کنیم. مثلا میتونیم بگیم هر روز من نمیرم آقا من نمیرم مدرسه ولی حتما فردا بریم ببینیم مدرسه چجوره. آره آقا چقدر فیلم میدیم حاجی. از کجا پول آوردی؟ نمیدونم اینجا صندوق داره. بابا درو ببند. بردارم؟ آره بردار. بیا بریم پیش اصغر. نه بابا پرده رو چرا کشیدی؟ پرده رو بکش بابا. بگیریم. آقا من میخوام بخوابم. تو دوست داری فیلم ببینی؟ اشکال نداره من میخوام بخوابم. بله پولا رو چجوری باید بریم؟ ببین پولا رو بگو. خب برو آقا من تلویزیون رو خاموش کنم نمیبینی دیگه. خاموش. خب آقا من میخوابم. یا بریم بخوابیم. آره چراغالم خاموش میکنم بخوابیم. یا بریم. من میخوابم. حله چی بود؟ صدا چی بود داداش؟ آره آژیر بود. ای بابا خوابم پرید. بابا نرو بیرون دیگه داداش. اذیت نکن. بخواب. من پیش تو بود. باش بخواب. میترسم. باش بخواب. داداش کجایی؟ تمومه. باشه شب بخیر. داداش بیدار شیم. نه خوابمون نمیبره. آره من گذاشتم یه خود فیلم ببینم. آره بابا بلند شو چراغ روشن کن. چه چراغ دستشویی روشنه. آها یادم همون رفتم یادم رفت. خاموش کردم. بیا چراغ روشن کن چون دیگه نمیخوابیم دیگه. ببین بیشینیم تا صبح یه ذره درس بخونیم. مثلا این کتابه یه ذره بشینیم درس بخونیم. یا اول دوربینو چک کن. در باز نکن. دوربین چی هست نیست؟ این سرکاری هست. ولش کن. خدا رو شکر در قفله دیگه. آره در قفله. باز اصلا جوابم نده. جواب نده. کی؟
جواب نده اصلا جواب نده. میره دیگه. ده آقا کیه؟ کمک. آقا هیچ ول کن شد تمام زدی ولش کن بابا ولش کن اصلا جوابشو نده ول کن بیا بشین درس بخونیم من میخوام بشینم درس بخونم حاجی آره من این ور میشینم هر جا دلت میخواد بشی من میخوام پیش داشت. بیا کتابو بردار بخون هیچ کتاب من نارنجی کتاب. آره. من دارم جغرافیا میخونم تو فقط داره ریاضی میخونی. نه من دارم فارسی. داداش در اینو ببند. در چیو؟ گفت صندوقو. یا وقتی یکی میشه اون دوزه مثلا گوز باشه. ببند. آفرین. حالا بشینیم درس بخونیم. ولش کن. آها. اوه دختره. باز نکنه. یونا باز نکن داداش باز نکن درو. بابا یون راستی اسم تو چیه؟ من اسم تو اشتباهی صدا کردم. نه واسا یعنی واسا بهش بگم یعنی چی؟ داداش در رو باز کنم. یه کاری کردن دیگه نیاد. خب چی کارش کردی رو؟ نمیدونم. رفت کردم دیگه بار آخرش باشه بیادم خونه. اشکال نه مهمی. اوه ساعت 2 شد. بودو بشین درسی بخونیم. راست میگی واستا ببینم بیرون بابا بکش پرده رو. واستا ببینم بیرون. چقدر خوشگله اینجا. آقا بذار ببینم. بازسازی کردن اینجا رو وگرنه اینجوری نبود اینجا اصلا. اینجا رو بازسازی کردن. یادش بخیر پیش بابا بودم یه دونه برادر داشتم اسمش یونا بود. اسم منم یوناست. جدی؟ آره. اسم منم کیانه. فامیلیت چیه؟ محمد بیگی. خودتی؟ تو هم یونا سراج فرشی؟ آره. چطوری؟ خوبم. واقعا من نمیدونم بابا چی شد. بابای تو چی شد اصلا؟ ارث بدرسی زمینی به نامت زده بود؟ آره. که از اون ارث بدرسی؟ آره. من میخوام اینجا دراز بکشم آجی. یه خود دراز بکش. چجوری دراز کش؟ بیا تو هم الان دراز بکش بغل منم. بیا تو هم دراز بکش عشق کنی. تو هم بیا بغل من دراز بکش. آفرین. ببین یه خود روبالش باشی. ببین آقا ساعت 4 صبح من با همین لباس میخوام. چیکار داری میکنی داداش؟ بیا آقا بیا دراز بکش. دارم زمین رو لیست میزنم. بیا چجوری؟ آقا فکر کن قاتل بیاد اینطوری میتونیم قایم شیم. ببین اوه ساعت 4 شد. وای بدبختی. آره بابا بدبختی داره شروع میشه. واسه من کیف بپوشم. نه تو کیف داری خدا رو شکر. تو چجوری کیف؟ واسه ساعت 5 شد. نه بابا هنوز شب نیست صبح ولی 4 صبح. ببین یه چی بگم. من میخوام برم حموم. بودو تو دیشب رفتی من میرم حموم. داداش دیر شد. ساعت چنده؟ چقدر دیر شد. درو باکن بری. بودو چراغا رو خاموش کن. بودو من خاموش کردم. برو واسه درو قفل کن. بودو من کیفم برداشتم خدا رو شکر. بودو البته زیاد دیر نشد تازه شبه. نه بابا مدرسه 4 صبح شروع میشه. بیا صبحگاهشه 4 صبح. نه بابا واسه 6 شد بابا. اشکال نداره 6 تا 20 دقیقه برسیم مهم نیست. مدرسه کو. بیا
ببین ما بعد در از 6:30 برسیم مدرسه ولی ما 6:15 رسیدیم. اوف 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 خسته شدم. وای حاجی رسیدیم مدرسه. خب بیا بریم تو این کلاس. اینجا که کلاس ما نیست. چرا اینجا کلاس اوله؟ بابا اینجا کلاس دومه. بیا بریم. ما اولی. اول نیستی ما. نه آها تو چهارمی من اولم. خدا تو نه من دومم تو چهارمی. آها آره تو خب برو دوم. تو برو دوم الان بسا. تو برو دوم منم کمدم. آره کمدتو میتونی با کنی. خب این کمد خودم. خانومه رو آقا زنگ اول چیز داری؟ ما زنگ اول بگو خب کلاس موسیقی داریم. بذار برم موسیقی. حل آقا منم چیز موسیقی نه چه ریاضی سختی. سلام چطوری پیش رفت؟ خیلی ایزی بود ساده بود. خیلی ریاضی ببین میگن میخوان ازمون درس بپرسن. من میخوام بپرسم. من میخوام بخونم. ما هم گفتن قرار ضرب بپرسن. با تو کلاس شما کلاس دوم این کلاس سوم یاد میگیری. خیلی سختگیره. معلمتون سختگیره. آره بابا. کجایی داداش کجا رفتی؟ نرو اونجا. بیا بیرون. نرو اونجا نرو. به خدا خانم مدیر اخراجت میکنه. چرا منم؟ اجازه نداری. هیچ کس اجازه نداره اونجا بره. دیگه نریو. باشه اینجا کجاست؟ سینمای نرو. بیا بیرون. بودو بیا بیرون. بدون اجازه نمیتونی بری. وای کلاسمون شروع شد. من رفتم. تو هم برو تا کلاست. برو سر کلاس. خب باید برم وای کلاسم دیر شد. سلام بچه ها. سلام آقای مدیر. سلام. ببخش آقای مدیر نه معلم. خب آقای معلم درس امروز چیه؟ درس امروز مربوط. من معلم ریاضی اینا نیستم. من معلم ورزشتونم. بیاید بریم باشگاه مدرسه خودت. بله. سلام. خب آقای معلم چیکار باید بکنیم؟ این توپ بسکت رو بردار. بله. خب پرتش کنم توی اون. خب آقای مدیر پرتش کنم توی سبد؟ نه بکن تو چیزه. پرت کن تو سبد دیگه. برکل رو همون تو. یس افتاد. برکل. حالا منو نگاه. من تو یه پرت کنم. اوی بیفته. افتاد آجی. منم افتاد. معلم تیرش خطا نمیره. به داره میره. ای خطا رفتی. خب معلم چیکار دیگه باید بکنم؟ یه چی من به شما بگم. بگو. من معلمت نیستم. من داداشتم. من همون یونا معلم شدم. تحصیل کردم معلم شدم. چجوری؟ مگه تو بزرگ شدی؟ آره بیا. من تو سن رشد بودم. بیا کلاس تموم شد. مدرسه تموم شد. بیا بریم. بابا تو داداشمی؟ آره دیگه. این لباسا چیه؟ شوخی خواستی با هم بکنی؟ نه داداش من واقعا معلم شدم. بیا بریم. آقا مثل لباس. واقعا فکر کردی من معلم شدم؟ داشت من شوخی کردم با. من معلم نیستم. بابا بیا خب دارم بریم خونه. این لباسا رو از دفتر مدرسه کش رفتم. چجوری؟ دیگه آقا خب بیا دنبالم بریم خونه. اول بریم یه ناهار بگیریم. آره یه ناهار. بریم یه کافه. بریم واسه فقط. تو کجایی؟ من لباسمو بپوشم. باش. ببین من یه توپ اینجا دارم. من توپ دارم. باشه. در کلید خونه
خونه قفل دیگه درش. آره قفل نباشه چی؟ قفل آقا. بریم کافه. ببین مسخرمون نمیکنه. نه بابا من بچه مایی دارم. بیا بشینیم اینجا. سلام. الو. کسی نی؟ تعطیله؟ برق رفت. بیا بریم بابا. برق رفت. این چراغی چرا روشنه؟ ولی رد دادم. برق رفت اینجا کلا. برق رفت. داداش برق کل اینا این ور رفت. این بار برقش رفته. داداش کجایی؟ داداش من دارم میرم یه ماشین فروشی. میخوام برم بریم مسافرت. جامپینگ کنیم. آره. بیا داداش بیا دنبالم بهت بگم کجاست. بعد بریم فرودگاه. بیا نیاز به پاسپورت اینا هم نیست. با جامپینگ دیگه احتیاجی نداره به این چیزا. بریم. واه چه بزرگه. خب سلام. آقا سلام. ما واسه جامپینگ اومدیم. حله؟ بیا داداش بیا. سلام یوربا. بیا بریم. اینجا جامپینگ خودش میره. الان داری میری مسافره؟ آره بیا. الان مسافره هواپیمای شخصیه. داداش آماده ای بپریم؟ بیا اینجا. بیا اینجا. الان باسه. بیا پیشم. این دکمه رو بزن. این دکمه. اوه یا خدا چت نداری. چرا داری اوف بیا دم پیتزا فروشی. اوه من ساله فرود اومدم. داداش بیا داداش. بیا بغلم. نه اوه من دارم میمیرم داداش. خب دوستان عزیز امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت فراموشتون نشه تا یه ویدیو دیگه و یه قسمت دیگه از این سریال باحال. خدافظ.